برای اینکه به این آدم حرفالی کنم 1 ساعت تو باغچه نشستم. شاید اگه این نبود کسی نمیتونست منو کتک بزنه. من شاکیم، از دست این آدم شاکیم. بزنین تو سرش. آقای دکتر ممکنه ضربه‌ای به سرشون خورده باشه؟ نه این حالت نرمالشه. البته به خاطر ضربه یکم پریشون شده. وقتی هم پریشون میشه حسابی قاطی میکنه. اگه چیزیش نیست ما دیگه بریم خونه. تو نوار مغزی چیزی دیده نمیشه. به نظرم شما برین خونه، اگه حالش بد شد بازم بیاین. بلا به دور باشه، موفق باشین. ممنون. من حرفاتون رو ثبت کردم. دوربینای مداربستارم چک میکنیم. اونجا محله خوبیه. برای همین فکر میکنم اومدن برای دزدی، نتونستن کاری کنن، فرار کردن. بررسی میکنم بهتون خبر میدم. شبتون بخیر. بابا کجا میرین؟ چرا اینو دستگیر نمی‌کنین آخه؟ فیروزه تو مطمئنی این نقشه میگیره ها؟ حداقل به دمیر و لروکس زنگ میزدیم، خبر میدادیم داریم. ببینم مگه فردا آخر هفته نیست؟ مطمئنم هر دوشون خونن. ما هم شیرینیشون رو بر میداریم و میریم دم در خونهشون میگیم اومدیم پیش شما قهوه بخوریم. خب بذار یه تیکه از این شیرینی بخورن. میگن خدایا ای کاش صبح نشه. ببین چه جوری عاشق هم دیگه بشن. نگاه یه شیرینی دیگه میخواد اینا رو چیکار کنه؟ من که نفهمیدم. گردو، فندق، داری همه چی میریزی توش. فکر کردی شیرینی معمولیه؟ آره بابا اینا عشقشون رو قوی میکنه. ببین این چاشنی عشقه، اینم منبع جذبه. وای این چاشنی همه رابطه های عاشقانه است. آخه تو چه میدونی عشق و رابطه چیه؟ لروکس ببینم این چیه؟ امشب نمیتونی تنها بمونی. اگه حالت بد شد باید بدونم. توی اتاق میخوابی. نمیخوام، حالم خوبه. منم مشتاق این کار نیستم لروکس، اما نمیتونم کل شب هر ساعت کنترلت کنم. مجبور نیستی این کارو کنی. لروکس ببین ازت خواهش میکنم، همش فیلمای ترسناک نگاه میکنی. نمیخوام بیام تو اتاقت کنترلت کنم تا هر بار زهر ترک بشی. باشه؟ اصلا این کارو نکن، محله رو بیدار میکنم. پس لطفاً خواهش میکنم اینجا بخواب. هم اتاقمو غصب کردی هم جامو میندازی رو زمین. ساکت باش. بالشو بده ببینم. نمینداختیش. خوابیدن ممنوعه، حرف زدن ممنوعه، تکون خوردن هم ممنوعه. من اینجوری نمیتونم بخوابم آخه. پس کتاب بخون. هنر جنگ. تو به نوشته جنگ توجه نکن، اطلاعات زندگی رو تو اون کتاب نوشتن. عزیز دلم اما یه مسئله ای هست. اهل تعریف از خود نیستم اما جلوت قهرمان شطرنج بین دبیرستانای منطقه نشسته. ما اینو تو راهنمایی خوندیم. خب خیلی نرمال قبل از اینکه عقلت به بلوغ برسه اینو خوندی، برای همین نمیفهم. یه لحظه، تو گفتی قهرمان شطرنجی؟ چی شد؟ خوشت نیومد؟ خب ببینم قهرمان کجا بودی. تنت میخوره آره؟ مگه میتونی بخارم ببینم؟ این چالش رو قبول ما میکنم. این کارو تو ژاپن یاد گرفتیم. ژاپن. آخه بیا سفیدا رو بهت بدم تا اول تو شروع کنی. گریه نکن. هر کدومو میخوای بردار. کل شب اذیتت میکنم. اذیت. یه فکر خوب دارم. هر کی ببره خونه رو میبره. من رو این خونه شرط بندی نمیکنم. کارتو انجام بده. زود میدونی نمیتونی ببری، برای همین قبول نمیکنی.
این دیگه کیه؟ کسی نمیتونه بیاد. امروز آخر هفته است. آیدا هم که رفته ورزش، مروم که الان توپ بیدارش نمیکنه. تو هم که اصلا دوستی نداری. یعنی کی میتونه باشه؟ سر صبح این دیگه چه آنالیزی بود لراکس؟ ساکت شو. وای راست میگی، خیلی تشنمه. سلام آقا دمیر. بفرمایید خودم. وسایلتون رو آوردیم. میتونین برش گردونین، ایشون موندگار نیستن. آقای محترم شما بیارین، من بهتون میگم کجا بذارینش. کجا میخوای بذاری؟ تو پذیرایی. جا نداریم. پس طبقه دوم. اونجام پره. زیر زمین لراکس. وای نه، اونجا رطوبت داره. بگذاریم بعداً تصمیم میگیرین باشه. آیدا به خدا دارم میام. خب نتونستم بیام بیرون، به زور زدم بیرون. نه جونم، معلومی که صبحونه نخوردم. باشه دارم میام. بابا مگه چی شده که اینقدر بزرگش میکنی؟ 5 دقیقه است دیگه. فقط 25 دقیقه دیر میکنم و فایدا. باشه میبوسمت. خدافظ. ای این مال منی. وایسا کجا میری؟ من اینو چی کارش کنم آخه؟ صبح بخیر. برو ترسوندی. همچین قصدی نداشتم، اما خوب شده چون هیجان‌های لحظه‌ای تو بدن دوپامین ترشح میکنن. دوپامین برای بدن خوبه. راستی از سورپرایزم خوشت اومد؟ خیلی خوشگله. اینو بگیر، اینجوری بذار رو گوشت. خیلی بهت میاد. واقعا که مروه، من میگم روزو با یه زیبایی و شیرینی شروع کنیم. یعنی میگم شب رقصیدیم، یخمونو آب کردیم، میگم روز بعدش با یه چیز رومانتیک شروع بشه. نازنین، منم مدام میگم به هم فشار نیار، اما به کی میگم؟ برای کی دارم تعریف میکنم؟ دارم به کی چیو تعریف میکنم؟ اونو میگم. پرنده ها بهم گفتن مروه امروز صبحونه نخورده. بخور. برو خواهش میکنم، برو، با دوستم قرار دارم. پرنده ها اونم گفتن. میدونم با آیدا قرار داری. آیدا که غریبه نیست، اونم دوست منه. بیا ستایی صبحونه بخوریم. ستایی با هم صبحونه بخوریم. عشقم دیگه. ما تو هپی پای قرار گذاشتیم. در ضمن شاید ما حرفای خصوصی دخترانه داشته باشیم. چه میدونم، شاید بخوایم تنها باشیم. یعنی ممکن نیست. مسائل خصوصی میخواین درباره اونا حرف بزنید. باشه حرف بزنید. البته که حرف بزنید. مثلا تو به آیدا اینو بگو. آیدا، شب که با بورا رقصیدم دوباره ذهنم به هم ریخت. میگی یعنی مثل این که دلم برای این بچه تنگ شده. تو یه مدلی داری که حرفاتونو اینطوری میزنی. آیدا هم میگه مروه جون شما خیلی همدیگر رو دوست دارین، لطفا این کارو نکن. چطور بود؟ اداشو خوب در نیاوردم؟ خیلی خوب اداشو در نیاوردم. باشه من نمیام، شما راحت حرفاتونو بزنین. نگران نباش، بشینین درباره هر چی که دوست دارین حرف بزنین. آره. این یه دفعه‌ای شد، کاری نیست که همیشه انجامش بدم. چیه؟ تقصیر منه؟ گفتم بنده خدا رو بی خودی خستش نکنی. آخه هرچی باشه 2 روز دیگه باید جمع کنی بری. ساکت شو لراکس، ساکت شو. من میرم چای دم کنم. اینا چیان؟ اوه ببین چیا اینجاست. خدا کنه شیربادومم داشته باشی، بعدن مشکل پیش میاد. اوه قوری دنباریک خیلی خوبه. دست نزن لراکس. اوه یه چیز متفاوت، یه چیزی شبیه چراغ نفتی و شیشه آزمایشگاهی. این چیه؟ سیفون. چی؟ بالاخره رابطه بین توالت و قهوه‌رم ایجاد کردن. لراکس تو کار دیگه این نداری انجام بدی؟ دارم، اما این جالب تره.
وای این کوچولوها رو ببین، این چقدر بانمکه. قوری چای سنتی ژاپنه. اوه. پس اینو بذاریم اینجا. خیلی گرون بود. از مزایده خریده بودم. از کلکسیون صنایع دستی 800 سال پیش ژاپن. وای دمیر، صنایع دستی اینجوری جمع میشه؟ آخه اینا رو میذارن تو جعبه معمولی. الان تاریخ منو مورد عنایت قرار میده. دست نزن، اصلا دست نزن. شاید بشه دوباره به هم بچسبونیمش. به نظر من این یه متخصصی داره. ببریمش موزه باستان شناسی. وای دمیر، به خاطر تو تاریخ دست از سرم بر نمیداره. مراقب باش بیشتر نشکنه. بیا اینا رو هم بگیر، یکم هم اینجا مونده. اینا رو هم جمع کن. چی کار میکنی؟ شوخی کردم. از یه مغازه دست دوم فروشی خریده بودمش. الان وقت شوخی بود؟ به خدا تو رو میکشم، خفت میکنم. بیمزه. آه مامان غریب من، مامان غمگین من، چی کار میکنی؟ خوبم دختر خوشگلم. تا صبح داشتم خوابتو میدیدم، گفتم یه زنگ بهت بزنم. خیر باشه. چی دیدی حالا؟ راستش به آب تعریف کردم تا بشوره ببره. نگرانت شدم عزیزم. خیلی چیزای عجیبی دیدم. یه سری آدما که ماسک زدن و از اوه انگار واقعا دیده. چیو دیدم لروکس؟ فیلم. یعنی فیلم. اصلا تو قبل از خواب چی تماشا میکنی ها؟ ببین منو مسخره نکن عزیزم. اونو بیخیال. تو چی کار میکنی دخترم؟ خوب چی کار میکنم؟ دارم صبونه آماده میکنم. تنبلی آخر هفته است دیگه. بعدش چی کار میکنی؟ هیچ کاری نمیکنم، از خونه لذت میبرم. از خونه به کار، از کار به خونه. اینجوری کسی نمیبینتت. کسایی هم که من پیدا کردم و نمیپسندی. دیدی اون داماد آلمانی و زود قاپیدنش؟ اونو ول کن دخترم، هر چه سریعتر یه کلاسی چیزی برو. وای مامان بی خیال این موضوع داماد بشو، بذار نفس راحت بکشم. چیکار کنم؟ خب نفس راحت کشیدی دیگه، میخوای چیکار کنی؟ تو اون خونه تک و تنها میشینی صبحونه میخوری، کسی نیست که براش چایی بریزی، کسی نیست بهت بگه دستت درد نکنه. لروکس وای لال بشی تو، آخه صدات قطع بشه. چیه؟ لروکس تصویر قطع شد. مامان جون اینترنت زیاد خوب آنتن نمیده. خیر باشه. اون کی بود داد؟ اون چیزه، شاگرد بقالیمونه، یکم گوشاش سنگینه. مامان جون من باید قطع کنم، بعدم بهت زنگ میزنم باشه؟ خب دخترم به حرفام گوش کن باشه، میبوسمت عزیزم. ببین باباتم سلام میرسونه. منم میبوسمت، میبینمتون. لروکس وای اومدم دیگه، اومدم. نه ترکی. لروکس این دوستان با تو کار دارن. سلام آبجی لروکس. احمد، مصطفی، خوش اومدین. اون وسایلی که بهتون گفته بودم تو انبار حیاته. اون کمد و کشو هم همشون جدا میشن، بعد میرن اون بالا سر هم میشن دوباره. یعنی یکم کار زیاده واقعا. ببخشید آبجی این حرفا چیه؟ حلش کن. عالیه. من اومدم تو خونه خودم. تو به جای اینکه وسایلتو جمع کنی بری چی کار میکنی؟ وسایلمو میبرم خونم. ببرین بالا. نه نمیره. دمیر ببین تو آشپزخونه خیلی وسایل شکستنی داری. سیفون میفون تو میگم، میفهمی که چی میگم؟ آره دوستان ببرین بالا، زود باشین. تهدید. آفرین لروکس. اینجا مثل انباره. وقتی خونه رو تعمیر میکردم کل وسایل رو اینجا جمع کرده بودم. خب میبریشون. در حال یه مدت کوتاه اونجی. خدایا به هم صبر بده. تو اون یکی اتاق چی هست؟ من اتاق خودم رو میخوام. حتی تخت خوابم هم اینجا جا نمیشه. این پیانو صابخونه قبلی جاش گذاشته، دلم نیومد بندازمش. آبجی بالا چی هست؟
انگار خیلی گشنت بود. معلومه، آخه تو مهمونی همه کوفته و پیتزا رو خوردیم. من بیچاره گشنه موندم. خیلی گشنمه. اما با بورا خیلی خوب میرقصیدین. رابطتون چطوره؟ هیچی ای همونطوری. بابا، ولی خیلی رمانتیک بودین. حالا اونو بیخیال. لروکس دیشب چی شد؟ گفت میرم شارژر پیدا کنم اما یهو غیبش زد. درسته. خیلی مشکوک رفتار کرد. باید حتما یه توضیحی داشته باشه. میر خانون لروکس با هم از مهمونی رفتن مگه نه؟ یه فرار بزرگ. شوک شوک شوک. یه لحظه، از کجا میدونین با دمیر رفته؟ براک هم زود از مهمونی رفت. درسته. در ضمن با براک هم خیلی صمیمی بودن. یعنی همش کنار هم بودن. بسته. اصلا زنگ بزنیم بپرسیم چیکار کرده، کجا بوده. اعصابم خورد شد. آره، با مداری که تو دستمون به جایی نمیرسیم. شب زنگ زدم ولی جواب نداد. باید حتما بهمون حساب پس من پس بهش بده. زنگ می‌زنم. آی دست درد نکنه مهمه جون. بده من. بدش، ممنونم. میگم یه وقت این سرد نشه، چون سرد بشه دیگه از دهن میفته. اول بخوریم. 2 دقیقه دیگه بهش زنگ میزنیم. انگار نشد. به نظر من به این دراور نیازی نداری. اتاق خودش کمد و میز داره. تو اتاق خودم همه چی جا میشد. نمیدونم که چرا داری غر میزنی. خیلی هم اتاق قشنگیه. خیلی هم نورگیره. من میخواستم اینجا رو اتاق کار کنم. ببخشید لروکس جون، اما تا الان نکردی. بعد از اینم چون خونه مال منه نمیتونی بکنی. در ضمن برای یه مدت کوتاه اینجا میمونی. حالشو ببر. آره، یه مدت کوتاه، تا وقتی تو بری که اونم نزدیکه. بشین و تماشا کن. دوبله شده در استودیو جیم. آینه رو کجا بذاریم؟ اگه من بودم آینه رو سقف اتاق میزنم. دقیقاً بالای تخت خواب. چه فکری آخه؟ اینجا باشه. البته. سلام. دیشب بعد از مهمونی دوست داشتم برسونمت اما باید زود میرفتم، ببخشید. اصلا مهم نیست، منم زیاد نمونده. چی شده؟ خبر بدیه؟ نه، خبر خوبیه. کارهای فاکتور رو چی کار کردی؟ تونستی روشون کار کنی؟ متاسفانه آخر هفته است. تا روز دوشنبه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. خب میگفتی بهم. برای اینکه مدارکو بردارم لروکس رو ترسوندم. دختره انگار بهش ماشین زده بود. چیزیش که نشد مگه نه؟ حتما نشده دیگه، یعنی جواب پیامم داد، احتمالاً خوبه. خوبه. اگه چیزیش میشد فرصت رو از دست نمیدم.
ببینم چه فرصتی؟ تو انگار نمیدونی لروک سالاست که از تو خوشش میاد. نه ببین همچین چیزی نیست. یعنی اگه بگه علاقه آره، اما بحث عاشقی و این چیزا نه بابا ولم کن. یعنی من و لروکس فقط دوستیم. نمیگم که تو دوستش داشته باش، میگم دختره ازت خوشش میاد، علاقه‌شو به سمت خودت نگه دار، شاید به درد بخوره. به زودی به هر جور کمکی نیاز خواهیم داشت. وقتی زمانش رسید ازش استفاده میکنیم. جون فرخ برو به کارت برس. طرف منتظر خبرمونه. اگه آدم بود خوب بود، اما من هرچی سعی میکنم این آدمو بفرستم بره، طرف بیشتر تو خونم لنگر میندازه. اوف، بگین ببینم چی کار کنم آخه. مشکلم یکم تحمل کن. ببین ما یه فکر عالی داریم. چه فکری؟ بگین تا زود انجام بدم اونو. مشتری خودمونو خلق میکنیم. چطوری؟ یه مشتری مثل شخصیت های فیلم های ترسناک که با تجربه های خودمون پرورشش دادیم. اول یکی رو قانع میکنیم، بعد روش کار میکنیم و در قالب مشتری رو سر دمیر خرابش میکنیم. اونم گیر میده که فقط میخوام با دمیر خان کار کنم. ما تو هیچ کاری دخالت نمیکنیم. کسی هم با ما کاری نخواهد داشت. واقعا که یعنی قسم میخورم از شماها باید ترسی. پس چی فکر کردی؟ شرکت رو سرش خراب میکنیم اوکی، اما من چجوری از خونه بیرونش کنم؟ آبجیای من خواهش میکنم در مورد اینم فکر کنین، قربونتون برم. کم مونده بود بمیرم. منظورت چیه؟ دیشب گرداد بیا تو حیاط بشینیم با هم حرف بزنیم. برای همین تو حیاط با یه دوز برخورد کردم. رسما بیهوش شدم، بعدش هم دمیر منو برد بیمارستان. ای خیلی ترسناکه. لروز چقدر بلا سرت میاد. بلا به دور باشه. الان خوبه دیگه نه؟ خوبم، نمردم. البته هنوز نمردم. میخوای برای دعای چیزی بخونیم؟ احتمالاً چشم خوردی. عزیزم اسم این چشم خوردن نیست، دمیره. لروکس آقا باز شروع کرد به داد زدن. لروکس تو به این بز غذا نمیدی؟ مگه هوش و حواس میذاری واسه آدم؟ از این شب دارم اتاق تمیز میکنم، همینجوریشم حالا بیخوابم. که نمیتونی بهشون رسیدگی کنی چرا این همه حیوان تو حیاط جمع کردی؟ تو رو خدا ببین از گشنگی لباس منو خورده، لباسمو. عشقم دخترم سکیست، معذرت میخوام ازت. داری از بزه معذرت خواهی میکنی؟ خب وسایلتو توی جعبه درست حسابی میذاشتی، آخه لباسو میذارن تو جعبه؟ لروکس تو اونجا داری چی کار میکنی؟ کلیدم گم شده. دیشبم وقتی داشتم دنبالش میگشتم به دوزه برخوردم. گفتم شاید این دور و برا باشه. آفرین لروکس، این همه دزد اطرافمونه، اون وقت تو کلیدتو گم کردی. مگه عمدن گم کردم؟ اعصابم خورد شد. آه. دخترم چی کار کردی آخه؟ میدونی این چقدر گرونه؟ واقعا گرونه، از این عیونیاست. از دست تو. نظرت چیه فیروزه؟ این شیرینیا کارسازه؟ وای این کار که حل شده است لیلا، ما رو دعامون میکنن. وای بوی عشق میده، عشق. وای فقط من توش نیستم، فقط خدا کنه اینطور باشه. نفهمیدم مارکش چیه، ممکنه اینجا نباشه، اما از اینترنت میگردم یه دونه نوشو برات میخرم. نیازی نیست. منم یه دونه عین اینو دارم. صابخونه قبلی گذاشت و رفت، اما دلم نیومد بندازمش بیرون. ببین آباژورش کردم. لروکس مراقب باش. نوشته‌های زیرش هم همونه. فکر کردم صنایع دستیه، اما انگار مارکشه. تو از کجا خریدیش؟ وای این دیگه کیه؟ واقعا خسته شدم.
چه خبره بابا؟ اون چیه؟ همیشه شاد باشین. دفعه پیش نتونسته بودین شیرینی‌ها رو بخورین. نوش جونتون. لیلا و فیروز. شیرینی‌ها رو گرفتی فرستادیشون برن؟ آفرین دمیر. همین رفتار رو انتظار وقتی داشتم. در باز کردم کسی نبود لروکس. خجالت کشیدن با هم رو در رو بشن، گذاشتن و رفتن. اما این افتضاحی که به بار آوردن با این چیزا حل نمیشه. اوه شیرینیش عالیه عالی. قهوه درست میکنم. این اصلا خوب نشد. چرا؟ آخه یعنی چی شیرینی رو گذاشتیم دم در اومدیم فیروزه؟ مگه قرار نبود قهوه بخوریم؟ خب اگه میموندیم به ما هم تعارف میکردن دیگه. خب تعارف میکردن مگه چی میشد؟ خب نمیخوردیم، اون وقت توجهشون جلب میشد. بابا یه تیکه میخوردیم مگه دنیا به آخر میرسی؟ ببینم تو آخرین بار کی یه تیکه شیرینی گذاشتی تو دهنت؟ یه سینی رو میشینی 2 لپی میخوری تمومش میکنی. اگه من بخورم مشکلی نیست. شیرینی که انقدر از نظر جنسی قویه، اگه تو بخوری سکته میکنی یا میافتی رو دستمون همونجا میمونی. ای بابا من خودم تو خونه میپزم میخورم. در ضمن دست پختشم یاد گرفتم. فهمیدی؟ به همین خیال باش، یه چیزایی ریختم توش که به تو هم نگفتم. لیلا خوبه. خیلی خوشمزه است. خاله این چیزا رو خوب بلدن. ای بابا دیگه خسته شدم. 6 ماه اومدم تو این خونه اما تا حالا اینقدر در خونمو نزده بودن. این کلید سازه. کلید ساز؟ اون برای چی؟ کلید خونه رو گم کردی لروکس. باید حواسمون جمع باشه. باشه اما تو کی رفتی کلید ساز پیدا کردی؟ تو اینترنت کلی هست. از اینترنت دوستا خبر میکنن واقعا که دمیر. لروکس برای یه بارم شده امتحان کن و تو کار من دخالت نکن. اولین چیزی که درباره سگا باید یاد بگیری اینه. قبول با هم دوستین، هم دیگر رو دوست دارین، اما تو باید حرف آخر بزنی. یعنی رئیس منم، فهمیدم. اما یه رئیس سختگیره. باید بدون دوستش داری و بهت اعتماد کنه. یه بگیر. نه من نگیرم. الان هیجان زده میشه، میپره روم، یه وقت من هول میشم. همینجوری خوبه من شما رو تماشا میکنم. یعنی میگی یکم زمان نیاز دارم. آروم آروم باشه، بالاخره اینم یه پیشرفته. حالا که گفتم رئیس، این دمیرخان شما بازم بچهای شرکت رو تحت فشار قرار میده؟ هایی نپرس. خیلی بد، اما بیشتر از همه لروکس رو اذیت میکنه. چطور؟ یعنی از چه لحاظ؟ خب چیزه نه که بزرگترین مشتری اون داره، خب باید همش بهش گزارش بده. از اون لحاظ راستی موضوع پانسیون گربه هم بود. بریم حرف بزنیم ببینیم چی کار کرده، تموم کرده یا نه. نمیشه یعنی به خاطر چیز. خب لروکس خونه نیست، برای همین. منم نگفتم بریم خونه که، یعنی تو خونه چیز هست، کلی حیوان داره. وقتی میرم اونجا باید به اونا رسیدگی کنم، یعنی درگیر اونا میشم، نمیتونم حرف بزنم. البته چون هم چه لزومی داره، یعنی نمیشه. من به لروکس زنگ زدم جواب نداد، یعنی سرش شلوغه. البته نمیشه، اگه سرش شلوغه نمیشه. البته اصلا نمیشه. بگذاریم برای خودمون حلوای کاغذی بخریم. حلوای کاغذی؟ آره من خیلی دوست دارم. منم. پس من برم بخرم بیا. سلام، میشه 2 تا بدی؟ چیکار کنم هکتور؟ خنده دختر هوش از سرم میبره.
تموم آقا. خوبه دستتون درد نکنه. چقدر تقدیم کنم؟ 300 تا بدی کافی. بله. آقا آخر هفته است. تازه راهمونم خیلی دوره. از اون طرف پل میایم. کلیدساز از اون ور پل سفارش دادی؟ ببینین دوستان فقط یه دونه قفل عوض کردین. اگه میخوایم برگردونیم یه کلیدساز دیگه خبر کنیم. زشته، چون کارمون به شما افتاده دارین رسما سرمون کلاه میذارین. ها تو سایتتونم بنویسین 24 ساعته کلاه برداری میکنیم تا تکمیل شه. کافیه لروکس. یه دقیقه منتظر باشین. ممنون. روز بخیر. دوبله شده در استدیو جیم. عالیه. لپتاپ من نیست، تبلت هم نیست. رسما ازمون دزدید. باید بریم پیش کمیسر سمی طبقه پایین. آی سمی خان خیلی ممنونیم. اینجا یکم گرمه، برای همینم حال من خیلی بد شد. آقای کمیسر میتونیم این کار رو امروز حلش کنیم؟ آره به خدا رسما دزدیه. نه اینطوری نیست. ببینین لپتاپ و تبلتمون رو دزدیدن. مشکل ما اینه. ای بابا ببینین ما شاکیم، بازجویی هم شدیم. با گم کردن کلیدا تو باعث شد. سر من داد نزن. آتیش سوزی شده. آتیش سوزی شده.